Hola guys، به چنل یوتیوب خودتون خوش اومدید. قبل از اینکه ویدیو رو شروع کنیم حتما سابسکرایب، لایک و کامنت رو فراموش نکنید. خیلی‌ها میگن پس چرا ما سال از زبان انگلیسی میخونیم به زبان انگلیسی مسلط نیستیم؟ دلیلش اینه که ما اشتباه یاد گرفتیم. ما اول باید لیسنینگمون رو قوی کنیم، بعد اسپیکینگمون رو قوی کنیم، چیزی که من روش خیلی تاکید دارم، و بعد گرامر و بعد رایتینگ. اینا مراحل یادگیری زبانه برای زبان آموز. There's nothing to tell. It's just some guy I work with. Come on. You're going out with the guy. There's got to be something wrong with him. There's nothing to tell. It's just some guy I work with. Come on, you're going out with a guy. There's gotta be something wrong with him. بچه ها تو انگلیسی حتما جملاتی که میخواید به کار ببرید با احساسات بیان بکنید. اگه سوالیه سوالی بگید، اگه تعجبیه تعجبی بگید، اگه جمله ساده است معمولی بخونیدش. حالا بریم سراغ ترجمهش. چیزی برای گفتن وجود نداره. اون فقط یه همکاره، یعنی اینکه غریبه است من دارم باش کار میکنم یا باش بیرون رفتم. که اینم میگه به خودت بیا بابا، بی خیال، حتما اون طرف یه مشکلی داره که با تو اومده بیرون. در واقع این جمله طنزیه. حالا گاتا یعنی چی؟ گاتا یه اصطلاحیه که اینجا به معنی حتما به کار رفته. حتما باید یه مشکلی داشته باشه که با تو اومده بیرون. میدونی چی میگن؟ یا با تو همکاره. So does he have a hump and a hairpiece? این جمله سوالی بود. هیر پیس اینجا به معنی کلاهگیس به کار میره. پیس به معنی قطعه است، ولی وقتی با هیر کنار هم قرار گرفته میشه به معنی کلاهگیس معنی میده. هامپ یه کلمه خیلی جدیدیه که من خودم تازه بعد از سریال فرندز اینو یاد گرفتم. هامپ یعنی قوز. یعنی خب اون قوز داره، هم قوز داره و هم کلاهگیس. این یه در واقع جمله سوالی بود که من اول ویدیو گفتم. Wait, does he eat chalk? یعنی اون که گچ که نمیخوره. این سریال که میدونیم طنزه، پس خیلی جدی نگید جملاتو، ولی چاک یعنی گچ. Just because I don't want her to go through what I went through with Carl. این یه جمله خیلی هم احساسی هستش. میگه که من دوست ندارم اون بلایی که سر من اومده سر کارول هم بیاد. یعنی بر سره. Go through. Okay, everybody relax. This is not even a date. It's just two people going out to dinner and not having sex. دیت که میدونید یعنی چی؟ دیت یعنی قرار عاشقانه. ولی ریلکس اینجا به معنای آروم بودنه که ما خیلی اصطلاحات واسه آروم بودن داریم. calm down یعنی آروم باش و این معنا هم میتونه به کار بره، ولی خب اینجا ریلکس به کار. این فقط یه بیرون رفتن ساده است. It just اینجا برای تاکید اومده. فقط. Sounds like a date to me. Sound like a date to me. Sound like a date. Sound یعنی به نظر میرسه. Like یعنی شبیه به. ولی کلا بخوایم ترجمهش کنیم میشه شبیه قرارهای منه که. Back in high school, I'm standing in the middle of the cafeteria and I realize I am totally naked. میگه خب من برگشتم توی دبیرستان، وایستادم در وسط کافتریا. In the middle یعنی وسط جایی بودن. Cafeteria یعنی بوفه. And I realized I'm totally naked. میگه و من متوجه شدم که کاملا لختم. Naked به انگلیسی یعنی هیچ لباسی نداشتم. Then I looked down and I realized there is a phone. جا به اضافه have had شده. خب اما برای مکالمه روانتر به هم وقتی چسبیده میشه تلفظش میشه I've. یعنی میگه قبلا من این رویا رو دیدم. دژاوو. Then I looked down and I realized there is a phone there. وقتی که پایین رو نگاه کردم realize یعنی متوجه شدن. میگه متوجه شدم که یک تلفن اون پایین. The phone starts to ring. And it turns out it's my mother. یک دفعه تلفن شروع به زنگ زدن کرد. All of a sudden همون هم معنی suddenly یعنی ناگهان، که پس all of a sudden هم میشه یهویی، همچین معنی میده. Start to ring یعنی زنگ زدن. تلفن وقتی زنگ میخوره، این کلمه فقط برای تلفن زنگ خوردن به کار میره. Start to ring and it turns out این یه اصطلاح اینجا به کار رفته و من متوجه شدم و معلوم شد که Very weird because she never calls me. very varied یعنی عجیب بود. حتی برای انسان هم اگر varied به کار بره میشه در واقع عجیب و غریب. Hi. This guy says hello, I want to kill myself. میگه وقتی اینجوری سلام میکنه دلم میخواد خودمو بکشم. I just feel like someone reached down my throat, grabbed my small intestine, pulled it out of my mouth and... intestine یعنی روده. small intestine یعنی روده کوچک.
grabbed یعنی چنگ زدن، گرفتن. میگه احساس میکنم روده کوچیکم رو گرفته، داره از دهنم میکشه بیرون. No, don't. Stop cleansing my aura. Don't just leave my aura alone, okay? اورا یعنی به معنای حاله به کار میره. میگه حاله که روی آدم کشیده میشه. اورا به معنای رایحه هم در جملات به کار میره، اما اینجا به معنای حاله است بفید. و قسمت بعدش clean یعنی تمیز کردن، cleaning تمیز کردن، اما cleansing یعنی پاکسازی کردن. و در آخر هم میگه just leave me، ترکم کن، ولم کن، دست از سرم بردار. No, you don't. No, I don't. To hell with her. She left me. To hell with her, she left me. میگه بره به جهنم، گور باباش، اون ترکم کرد. Why does everyone keep fixating on that? Keep fixating on that. Fixating به معنای در واقع گیر دادنه. میگن به یه قضیه گیر دادن. چرا همه به این قضیه انقدر گیر میدین؟ گیر دادن. She didn't know. How should I know? How should I know? میگه وقتی اون خودش هم نمیدونست، من از کجا باید میفهمیدم؟ Sometimes I wish I was a lesbian. Did I say that out loud? Did I say that loud? یعنی من اینو بلند گفتم. نکته درباره I wish بگم. ما وقتی میخوایم برای کسی آرزوی خوب بکنیم، ما از ترکیب I wish به اضافه حالا هر جمله استفاده میکنیم. I wish you learn English. I wish you a good day. I wish you a good class. Right, Ross, look. You're feeling a lot of pain right now. You're angry. You're hurting. Can I tell you what the answer is? Are you hurting به معنای در واقع ناراحتی اینجا معنی میده، در حالی که hurting در جاهای دیگه به معنی صدمه زدن، صدمه دیدن معنی میده. angry هم که به معنای عصبانیته. جمله بالایی هم که گفتم به معنی اینه که در اصل فشار روحی زیادی رو توه. Can I tell you what the answer is? میشه بهت بگم راه حل چیه؟ درد چیه؟ Come on, you're single. Have some hormones. Have some hormones. بچه یه اصطلاحه که در واقع میگه have some hormones یعنی مرد باش. I just want to be married again. married یعنی ازدواج کردن. wedding یعنی wedding party یعنی عروسی. bride میشه عروس. clone میشه داماد. I just went to your building and you weren't there, and then this guy with a big hammer said that you might be here, and you are. I went to your building and this guy with a hammer said that going might be here and you're here. بچه‌ها دقت کنید وقتی جملات رو میخوایم بگیم با احساسات نهفته در داخل جمله ما اونو بیان میکنیم. این یعنی اسپیکینگ صحیح. همر یعنی چکش. میگه رفتم به ساختمونتون، بعد اون آقایی که دستش چکش بود به من گفت ممکنه اینجا باشی، که خدا رو شکر اینجایی. Okay, everybody, this is Rachel, another Lincoln High survivor. Lincoln High survivor. های اسکول اینجا منظورش، اما چون محاوره است اسکولش رو حذف کرده. لینکلن هم که یعنی اسمه. سروایور یعنی بقا، یعنی نجات یافتن، نجات یافته. So you want to tell us now, or are we waiting for 4 wet bridesmaids? اینجا باید بگم که وت اینجا به معنی اینه که چون ریچل خودش خیسه داره تیکه میندازه. میگه نکنه 4 تا ساقدوش عروس دیگه خیسم باید اینجا بیان تا شروع کنی توضیح بدی داستانت چه قراره. Oh God. Well, it started about a half hour before the wedding. half hour یعنی نصف یک ساعت. 1 hour میشه یک ساعت. half hour پس میشه نیم ساعت. This really gorgeous Limoges gravy boat. This is really gorgeous Limoges. gorgeous یعنی زیبا، نفیس، و لموژ همون لاماژه که اسم برند. When all of a sudden, sweet and low, I realized that I was more turned on by this gravy boat than by Barry. turned on یعنی یه چیز موتیویتور، یعنی این بیشتر منو تحریک میکنه تا خود بری. And then I got really freaked out, and that's when it hit me. اینجا گفت freaked out یعنی ترسیدم، یعنی I was How petrified. much Barry looks like Mr. Potato Head. looks like یعنی چقدر شبیه. I always knew he looked familiar, but که همیشه میدونستم که اون آشنا به نظر میاد، به چشم آشنا میاد، انگار یه جا دیدمش، میشناسم. anyway, I just had to get out of there, and I started wondering. اینجا 2 تا کلمه داریم، anyway و wondering. anyway در اصل یک تیکه کلامه که خیلی خارجی استفاده میکنن. anyway یعنی در هر حال. wondering یعنی متعجب شدن، تعجب کردن. I just didn't know where to go, and I know that you and I have kind of drifted apart, but you're the only person I knew who lived here in the city. I've drifted apart.
بچه‌ها drifted apart یعنی به قطع رابطه کردن. این تو روابط دوستی به کار میره، اما تو روابط عاشقانه میگن we broke up. حتی به معنای collided هم بعضی وقتا استفاده میشه. collided you and I collide یعنی جدا شدن. Who wasn't invited to the wedding? Oh, I was kind of hoping that wouldn't be an issue. invited who wasn't invited. invite یعنی دعوت شدن. wasn't invited یعنی کسی که دعوت نشد. وقتی مثلا میخوای بگی من تنها هستم، کسی که who اینطوری به کار میره. یعنی این موضوع، این مطلب. و kind of یعنی یه جورایی hoping امیدوار بودم که این موضوع برات اهمیت نداشته باشه. I'm guessing that he bought her the big pipe organ and she's really not happy about it. bought گذشته بایه. buy یعنی خرید کردن. و guessing حدس میزدن به معنای حدس زدن. guess حدس زدن. Well, it matters to me. matters to me میگه برای من مهمه. you matters to me شما برای من مهمی. Push her down the stairs. Push her down the stairs. Push her down the stairs. push her down the stairs همونطور که تو ویدیو معلومه میگه هولش بدید از پله ها بیفته پایین. stairs یعنی پله ها. You're a shoe. You're a shoe. You're a shoe. You're a shoe. همونطور که دیدین ریچل چند بار از کلمه شو استفاده کرد. اول اینکه این معنای خاصی نداره، میتونید از هر چیز دیگه استفاده بکنه. شو یعنی در واقع کفش یا پرس هم میشه یعنی کیف. بحث اینجاست که این استعاره است، این متافوره. شما باید فرق متافور و سیمیلی رو بلد باشین. سیمیلی یعنی تشبیه، آرایه تشبیه و متافور یعنی استعاره. برای مثال مریم گل من آمد. اینجا مریم به گل تشبیه شده، اما گل آمد. یک کسی قد بلند اومد، علم اومد. این یعنی چی؟ یعنی استعاره به کار رفت. You can see where he'd have trouble. He had trouble. trouble یعنی دردسر، یعنی مشکل. اما نکته‌ای که هست ما می‌خوایم بدونیم هید یعنی چی؟ هید. بچه‌ها این د مخففه، در واقع دو تا کلمه میتونه باشه. He would با he had. Well, I guess we've established she's staying here with Monica. Well, maybe that's my decision. ما اینجا دو تا کلمه مهم داریم. establish با decision. establish که به معنای در واقع تأسیس کردن معنی میده، اما داخل جمله معناش متفاوت ترجمه شده. اینجا به معنای اینه که به توافق رسیدنه. و decision هم که یعنی تصمیم گیری، تصمیم. I'm all better now. I'm all better now. اینجا کلمه به کلمه نباید ترجمه بکنید. این یک کلمه میشه من دیگه خوب شدم. من دیگه خوب شدم. Okay, look, this is probably for the best, you know? Independence, taking control of your life. This is probably for the best. این شاید برات بهتر باشه. Independence به معنای استقلال. Right across the hall. And he's away a lot. Right across the hall. He's away a lot. He's away a lot که اون یعنی همیشه بیرونه. اونم به معنی اینه که اون طرف راه رو. Right over there. Joey, stop hitting on her. It's her wedding day. Stop hitting on her. Hitting on. hit که به معنای ضربه خوردن و این چیزا معنی میده، اما hitting on با هم اومده، به معنای میگه مخشو نزن، دست از مخ زدنش بردار. Oh, this is a dear diary moment. This is a dear diary moment یعنی این لحظه انقدر خوبه که باید تو دفترچه خاطرات ثبت بشه. اینم یه اصطلاحه. من ادی مونرو هستم و ممنونم که تا اینجا ویدیو رو تماشا کردین. ما 8 دقیقه از سریال فرندز رو با هم دیدیم و بررسی کردیم. هر شنبه ویدیو آموزش انگلیسی تو این چنل منتشر میشه. آدیوس بچه‌ها.